خواهران و برادران عزیز، من آزاده، عضو جبهه آزادی ایران که هدف اصلیش مبارزه با رژیم فاسد ایرانه. ما جوانها از زور بازوی این رژیم جنایتکار رنج میبریم و من شخصا سخت‌ترین زجرها را از دست نظام جنایتکار کشیدم و آنها به جسم حیثیت من صدمه زدند و من را به جرم آرزو برای آزادی خارزمین کردند. ما قسم خوردیم که دیگه بسته. ما با تمام قوا می جنگیم ضد این رژیم، ضد این رژیم کثیف و هر کاری که از دستمون برمیاد رو میکنیم. به این دلیل ما تصمیم گرفتیم فعالیتمون رو به شما نشون بدیم. خواهران و برادران عزیز، همین الان که شما مشغول دیدن این فیلم هستید، ما یک کامیون شرکت پرژیا محرو که در توی شهر مرنده منفجرش میکنیم. سپاه از این کامیونی که ما بهش ضربه زدیم استفاده کرده. این کامیون حامل گاز اشک‌آور بر ضد مخالفان نظام بود. افراد ما همه جا هستند و خیانت این نظام پست را که ملت ما را بیرحمانه قتل عام میکنند فاش میکنند. این یه نمونه است که ما در کامیون پیدا کردیم. برادر عزیزی که اطلاع مربوطه به این کامیون به ما داده کسیه که سپاه بدون هیچ دلیلی یکی از نزدیکاش رو در تظاهرات اخیر کشتن. ایشون به ما اطلاع داد که سپاه برای آوردن گاز اشک‌آور و سایر لوازم از اروپا از این کامیون ها استفاده میکنن. ما از حامیانمون در اروپا درخواست میکنیم که در حد توانایی برای قطع همکاری این شرکت های تبهکار که در اروپا فعالیت میکنن به ما کمک کنید. این شرکت ها با سپاه همکاری میکنن. ما تصمیم گرفتیم با این نظام مبارزه کنیم. به این وسیله ما به شما شرکت های حمل و نقل، شرکت های سربازسرا، جاده‌رانان و بهروانبار و رانندگانشون که شاید بدون اطلاع با سپاه همکاری میکنن هشدار میدیم. ما این دفعه از صدمه به افراد بیگناه جلوگیری کردیم، اما این کار دوباره تکرار نخواهد شد. ولی اگر به این راه ادامه بدید محکوم به مرگ هستید. زنده باد ملت آزاد ایران.